سلام به همگی، خوش آمدیم به پادکست خالی. من دیرانم یا همون دانیال. امروز 5 مهر ماه 1403. خب همونطوری که تو اپیزود قبلی گفتم که کار سربازیمو دارم میکنم، این ادامشه. اگه اپیزودهای قبلی رو گوش ندادین گوش بدین، بعدش اینو گوش بدین. و خلاصه همونطور که گفته بودم قرار بود برم پلیس به اضافه 10 کارامو بکنم برای کمیسیون، چون رفتم معاینت پزشکی، گفتن به خاطر تتم و تعریق بیش از حد کف دستم و کف پاهم باید برم کمیسیون پزشکی و اول باید توی پلیس به اضافه 10 درخواستشو بدم تا بهم اعلام کنن چه روزی باید برم برای کمیسیون پزشکی. آقا امروز ما ساعت 8 صبح رفتیم پلیس به اضافه 10 و گفتن که سایت باز نمیشه، باید صبر کنیم. خلاصه صبر کردیم تا ساعتا 10:30، یعنی تقریبا 2.5 ساعت حیرون بودیم. بعدش دیگه هیچی، سایت باز شد، کارامون انجام دادیم و گفتن دیگه برای کمیسیون برامون پیام میاد که چه تاریخی باید بریم برای کمیسیون پزشکی. و گفتن اگه تا 2-3 روز دیگه پیام نیومد دوباره بیایم پلیس به اضافه 10 ببینیم برای چی پیام نیومد. خلاصه دیگه منتظر بمونیم پیام بیاد، بریم کمیسیون ببینن چه اتفاقی میفته دیگه، به امید خدا. و همین دیگه، گزارش روزانه رو توی همین پادکست خالی میدم. افرادی که میخوان برن سربازی میتونن گوش کنن، ببینن شرایطش چجوریه، چی کارهایی باید انجام بدن، چی کارهایی نباید انجام بدن. و دیگه اگه شما هم رفتین سربازی، خاطراتتون و اتفاقایی که تو سربازی براتون افتاده، شرایطتون چی بوده، کجا افتادین، تو سپاه افتادین، توی ارتش افتادین، توی نیرو انتظامی افتادین، لب مرز افتادین، همینا رو آقا برام میتونین وایس بدین، وایساتون رو میتونیم یه اپیزود کنیم و گوش بدیم و ببینیم چی به چیه. خلاصه دمتون گرم، اینم از این اپیزود. خیلی مخلصیم. ارادت. فعلا.